استاد عبدالخالق نبوی از زمره آن پژوهشگران بامران و پاکیزه‌کار ما هستند که صداقت به علم و حقیقت علمی همیشه اصل و اصالت کار او بوده است. هرگز تحقیق را با احساس و احساس را با کشف حقیقت‌های خرد و بزرگ نیامیخت. در کار علم نیز شتاب زدگی، شهرت خواهی و ولوله ناجا را نمی‌خواهد. آهسته روان است و پیوسته می‌رود. 40 سال است که با امید و نقشه‌های نوین آموزشی و عملی به درگاه علم پژوهشگاه زبان و ادبیاتی به نام ابو عبدالله رودکی می آید و دفتر کارش را پر از دستنویس و کتاب و رساله ها می بینیم. بیشتر رساله و دستخطها، مقاله و کتاب های انشا کردهش مربوط به استاد صدرالدین عینی، تاریخ مطبوعات تاجیک، سرنوشت و جایگاه بخارای شریف، نقد و بررسی منصفانه نثر روایتی و نثر نوین تاجیک، جدیدان، معارف پروران، ادیبان شورایی، تاریخ تأسیس و نشونمای اتفاق نویسندگان تاجیکستان و دیگر مسائل های ملی فرهنگی ماست. دلش، مغز شریفش، پندار و گفتار و کردارش صندوقچه رازهای تاریخ، فرهنگ و ادبیات و زبان عالی گوهری ما را میماند. با بزرگان علم و ادب هماندیشی و همنشینی ها داشته از شاگردان صداقت ورز اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی می باشد. در چهره نورانی او همان صلابت، شکوه، اشرافزادگی، خاکساری، بیغرضی و همان پاکیزگی عالمی را میبینیم و فرحمند میشویم. اینک چندی در صحبتش بودیم که بهره‌ور شدن شما را نیز خواستگاریم. درود و سلام دوستان ارجمند بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. امروز بسیار مهمان عزیز داریم، مهمان استودیوی فانوس منبر اندیشه. این که از استاد عبدالخالق نبوی هستند، ادبیات شناس، نامزد علم های سخنشناسی و همزمان خادم پیشبری انستیتوی زبان و ادبیاتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی. استاد خوش آمدید به برنامه ما. تشکر، سلامت باشید. باید یادآور شوم که استاد عبدالخالق نبوی اینک 40 سال است که در این درگاه، یعنی در پژوهشگاه زبان و ادبیاتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی فعالیت علمی میبرند و مؤلف چندین رساله های علمی هستند. در برابر آن که این کس عالم هستند، فراتر از این اندیشمند هستند و در مورد زبان، هویت ملی، مطبوعات تاجیک و بسیار مسئله هایی که از جمله تاریخ اتفاق نویسندگان تاجیکستان و چندین مسئله هایی که محض به خودشناسی ملت تاجیک داخل دارد کارهای پژوهشی بردند و مقاله و رساله های ارزنده هم انشا کردند. ما با استاد میخواهیم در همین موردها، در همین مورد که اساساً محور صحبت ما که خودشناسی ملی و هویت ملی است صحبتی داشته باشیم. و استاد ارجمند، نخستین سوال ما در مورد این کتاب شما است. فکر میکنم خوانندگان و عالمان و شاگردان زیرک شما فکر میکنم از این کتاب بهره ورند، جنگ وطنی و افکار ادبی تاجیکی. سوال اینطور است که استاد شما شاید، من نمیدونم، فکر میکنم خودتان به این مسئله روشنی میاندازید، ابتکاری اصلی که شما کردید از تاریخ به ادبیات و از ادبیات به تاریخ رجوع کردن بوده است. همگرایی و فرقیت بین اینها را جسته یک جهان گپ‌های نو یافتید. حتی جنگ بزرگ وطنی را به سود ادبیات و احیای دیگر باره در خودشناسی تاجیکان ارزیابی کردید. اصلا چنین ابتکار در ادبیات شناسی ما سابقه داشت، زمینه داشت، یا اصلا این کاری شما کاری واقعا هم تازه بود؟ اصلا ادبیات شناسی ما رجوع کرده بود البته به مسائل های خودشناسی، خصوصا در مثال آثار علمی استاد صدرالدین عینی، خصوصا استاد شکوری خیلی اندیشه های عجیب و خوب اظهار کردن. مثلا در مثال همون آثار تاریخی که استاد تاریخی ادبیات شناسی که دارند، استاد شکوری هنوز سال 78 در زمینه اینها همین اثرها را زاده فکر خودشناختگی استاد عینی تعبیر کرده بودند. برای این فکر البته فکر تازه نیست، وجود داشت، زمینه داشت، ولی به هر نوع سالهای جنگ بزرگ وطنی در این موردها از نظر دور میماند. میگفتن که خب الان اثرهای تاریخی به وجود آمدن، اثرهای روایتی به وجود آمدن، اثرهای میفولوژی به وجود آمدن، اوچرکا به وجود آمدن، رجوع به شخصیت‌های تاریخی. ولی از آن که این ادبیات اونقدر آثاری ندارد که باعث گفتگوی مفصلی ادبیات شناسی شود.
ولی از نظر اون که در این دوره یک خصوصیت عجیبی به میان آمد. بله. دولت شوروی وابسته به جنگ بزرگ وطنی یک اندازه به مردم آزادی داد، به اهل ادبش هم آزادی داد، به تاریخ شناسان، به عالمان، تا که ریشه های وطن دوستی و ملتگرایی و این چیزها رو از تاریخ جستجو کنه. یعنی استاد اون سنزور شدیده که در مورد پارتی و کمونیستی توپ میخورد یک کمی سوس شد. سوس شد. مورد اول خلق و وطن گذشت. بله بله. نه اینکه مثلا بیا حزب تحفظ کنیم، پخته گوییم یا کار دیگه، نه، همین چیز به وجود آمد تا که مردم به اساسهای معنوی به اون قهرمان‌هایی که هر ملت داشت به همون رجوع کنند، از آن الهام گیرد و در کار مبارزه با مقابل فاشیسم چی کند؟ استفاده برد. هم استفاده کند، هم آماده باشد بیشتر و خوبتر مبارزه برد. و این آزادی نسبی هم باشد. برای ادبیات چیز عجیب است، باید بگم. ادبیات آزادی دوست می‌دارد. ادبیات در شکنجه، در قالب، در این گرفته که فلان جا رو اینجا ما گفتن میکند، اما همین که امکانیت پیدا شد البته برای اصل خودش برمیگردد. انا همین دوره افکار ادبی تاجیکی مایم گشت به اصل خودش. یک بار اثرهای ملی در زمینه قهرمان‌های خلق مثلا به وجود آمدن و استاد عینی برای یک شخص به تاریخ رجوع کردن. هنوز همین دوره بود که ماه دکبر سال 42 همون مقاله مشهورشون درباره کلمه تاجیک، تاریخش، سرچشمه‌اش ایجاد کرد. ولی همین رو هم باید بگیم که خودی راهبران حزب از جمله بابجان غفوروف ادیبان رو تلقین میکردن، طلب میکردن که همین گونه اثرها ایجاد کنید. بله. اینجا مکتوب‌های دهاتی به استاد عینی هست، مکتوب‌های عینی و رحیمی هست درباره اینکه عینی هم باید که چیزی درباره تاریخ نویسن. البته عینی آماده بودن، لیکن همین تلقین ها اون کسا چوکرها داشت که بیشتر به تاریخ رو برن. بله. همون قهرمان خلق تاجیک تیمور ولی اسیان مقنع زادی همین طلب ها بود. همین گویا که فرصت پیدا شد و این فرصت امکان داد که این اثرهای شما گفته آفریده شود. عجیب است این که خود گفتم که ادبیات که آزادی میپرورند خودش گشت به این تمایل ها رو آورد. دید که آزادی اینجاست. این اگه به حق اینجا گفتم ممکن، اصل گپ گفتم ممکن، درباره تاریخ باشد، درباره همین خود ملت تاریخ و گپ اصلی گفتم ممکن. اگه میدید که همین دو اثر عینی، استاد عینی تا این وقت اثر تاریخی انقلاب میگر نوشته بود، همون آدینه، همون داخونده تاریخی انقلاب بودن. همه چیز را می آوردن به انقلاب، بعد انقلاب می پیوستن. لیکن اینجا تاریخ صرف به میدان آمد. تاریخ اسیان مقنع در بخیر عرب ها، تیمور ملک در مقابل چنگیزی ها و استاد عینی رجوع کردن به واقعه های تاریخی و آفریدن شخص های تاریخی و روشن کردن اون مبارزه که خلق در نهاد خلق بود، در بین خلق بود و برده شد به مقابل اجنبی ها. این چیز باعث آن شد که ژانر تاریخی صرف تشکل یابد. نه انقلابی پیوستن به اساس چیزی، بلکه صرف تاریخی. این علاقه برای تفکر تاریخی ادبیات بطه ما خیلی اهمیتی کلان داشت. این بازگویی یا بازنویسی تاریخ شاید باشد، یعنی که مثلا سرگذشت تیمور ملک در سرچشمه هست که واسه شخصی ریالی است، شخصی تاریخی است. با چنگیز خان واقعا جنگیده است، درست؟ در سرچشمه همه سرچشمه تاریخی است، اما بسیار زیبا با یک زبان بسیار هم شیوای تاجیکی که به زمان و مکان خودش موافق است استاد بازگویی کردن همون تاریخ، درست؟ و خیلی به دل مردم هم نشست. مردم تیمور ملک واقعا شناختن، مقنع رو واقعا شناختن. من میگم که سوال این خیلی است که استاد به همین بازگویی یا بازنویسی تاریخ چی میگوید؟ مثلا بعد استاد صدرالدین عینی نیز این ابتکار ادامه آیا یافت و ده ها آثار تاریخی ما که مثلا از سبب مشکل فهم و صرف تاریخی بودنشون حالا هم استاد در جلدهای تاریخی خوابند. مثلا ابو مسلم خراسانی، فکر میکنم چندین کسانی هستند که درباره دیواشچم نوشتن، پاویس نوشتن، رمان نوشتن، به نزدیکی درباره اسماعیل سامانی دیوار خراسان نوشته شد، درست؟ اما دیگر نوشته شد البته. درباره اسماعیل سامانی چندین چیزها نوشته شد، حتی نمایشنامه ها نوشتن. مهمان بختی نمایشنامه شاه اسماعیل سامانی داشت. در مجموع استاد همین
به مردم با زبان امروز به مردم از سرگذشت تاریخی فرزندان گذشته ما گفتن، چرا همین جریان سوس شد استاد؟ و در مجموع به اثرهای نثری که برای روشن نمودن چهره ها و واقعه های تاریخی بخشیده شدند چی نظر داره؟ سر اینکه استاد عینی ببینید تیمورملک قهرمان است. استاد عینی بجز از رعایت فکت‌های دلیل‌های تاریخی خودشان هم ابرزی بدیعی آفریدند. تیمورملک یک شخص قهرمان است. سخنشان سخنی پرجلا رمانتیکی است و طبیعت موضوع طلب کرد که همچنین اثر آفرند تا چهره واقعی همون تیمورملک قهرمان به میان آورده شود. اما یک چیز دیگر هست که این سال جنگ بعد از جنگ حزب کمونیست رجوع به تاریخ را منع کرد. بله. تحماس خوجندی گفتی یک درام بود، همون سرنمایشترین درام در زمان جنگ است. در آتش بود، جای دیگر نویسن ماندن، اما بیشتر آدم اینجا برفتن. اون دوام اون سخنان بگوییم. بله. یعنی مردم اگر به مردم با تفکری بدیعی خودش مناسبت کنی، مراجعت کنی، مردم بیشتر متوجه هم مسئله و موضوع ادبیات می شود. همین چیزها حتی همین اثرات بعد از جنگ در قرار حزب کمونیست تنقید کردن که افسانه را آورده شد، تحریک کرده شد و ایجاد کرده است. یک مدت معین در حالی که افسانه نبود. افسانه باشه حقیقت عجیب داشت، حقیقت واقعی داشت. تصور مردم را درباره قهرمان کیست، پهلوان کیست افاده میکرد. انا گپ اینجا مدافع وطن کیست. بسیار عجیب این گپ اینجاست. اول مردم بیشتر مفکوره ساز بود، یعنی که بیشتر رفتن میرسد این چیز. برای گفتم آدم‌ها سر بیشتر رفتن، هرچند یک اندازه بیانش افسانوی روایتی است. انا گفتیم که افکار ادبی تاجیکی در همین دوره انا خیلی احیا شد، زنده شد، شکل گرفت. اما در مورد تاریخی اثرهای تاریخی بگیم همین مانع هم ایجاد کردن تا دوره خروشچوف که یک اندازه گوییم همون یخا آب شدند و گرمی به وجود آمد و آزادی نسبی به وجود آمد، بعد به تاریخ رجوع نکرده شدیم. اکنون اگر در این مورد جنگ سبب شده باشد، اینجا یک اندازه آزادی ادبیات بی‌واسطه پیدا شد و خود ادبیات هم راه می‌جست. درست. البته همیشه گفتم که آزادی به راه می‌جوید. اینجا همین جنگ البته تجربه بود برای عینی، برای اکرامی، برای دیگران این تجربه بود. اما نگران بودن که کی همین امکان می‌شود امکان. انا برای همین در این دوره‌ها اثرهای تاریخی بسیار نوشته شده. اما به هر نوع من این تاریخ قدیم، تاریخ اثرهای تاریخی در بارش گپ زدید چاپ شدن، اما تدقیق و تحلیلشون و اثرهای نوی تاریخی در این زمین پیدا شدن با وجود آمد. می‌دونیم 1001 شب، سمک عیار، ابوالفضل، چهار درویش اینها چاپ شدن، منظوری خواننده کرده شدن، لیکن در همین سبک و رویه اثر آفرین احساس نمی‌شد. برعکس. بله. لیکن اثرهای تاریخی به وجود آمده. اکنون ببینید من امروز در دوره استقلال امکان پیدا شد که ما مرحمت همین آزادی که زمان جنگ اصلا پیدا شد، حاضر امکانش هست. بدون جنگ بدون جنگ به هیچ چیز امکان شرایط فراهم است که جستجو کن یا ایجاد کن، ابتکار کن، نوآوری کن. بله. این چیز ما وظیفه دار میکنه که واقعا در ایجاد اثرهای تاریخی خیلی پرمسئولیت باشیم و برای خدمت امروزی جامعه‌مان آنها را به کار گیریم. اینش وظیفه بسیار الاصل ما. استاد در زمان شوروی با وجودی آن که سنزور واقعا شدید بود، اما عجیب است که آثار خوب هم آفریده شد و نقد هم خیلی رشد کرده بود. مردم یکدیگر رو بسیار دلیرانه بی‌باکانه نقد میکردند و حتی کتاب‌های نو چاپ شده، ترجمه ها، هر چی که هم باشد، کتابیات و تقریض. من چند مدت چندین سال‌های تاجیکستان سرخ را ورق می‌زدم. اینجا می‌بینیم حتی بعد که تاجیکستان سوویتی میشود می‌بینیم خیلی نقد هم در گزیت‌های سیاسی هست، هم در گزیت شرق سرخ و روزنامه و مجله‌های ادبی و بدیعی هم خیلی خوب است. اما چرا در زمان استقلال ما از نقد همدیگر مثلا پرهیز کردیم به قوله؟ یاد اینکه واقعا سال‌های دوره شوروی نقد حرفه‌ای خیلی رشد کرد.
خصوصا از سالهای بعد 50 هم حزب اهمیت میداد، هم مؤسسه های علمی پرقوت شدن، اصل ادبیات درک میکردگی شدن. اتفاق نویسنده ها متوجه بود، منفعت دار بود که نقد را تشکیل کند، نقد در این رشد کند، انکشاف کند، در ادبیات در پیشروی ادبیات سهم گرفته باشد. و چون گفته گازیته که شما گفته جمهوریت و تاجیکستان سرخط و جمهوریت، اینا حتی روزنامه های چه بودن؟ حزبی بودن، صاحبه نبودن. به هر نوع صحیفه ادبیات داشتن، بخش تقریر و کتابیات و نقد داشتن. و ادبیات سند مدنیت تاجیکستان یا که شرق سور استادای شرق، اینها نشریه های ادبی هستند، وظیفهشون همین بود و زیاده از اون همین تمامی ساختار نقد از مقاله پرابلمی می، ابزاری می، توصیفی می، پرسیت یگان نویسنده می، تخریص و نقد و کتابیات و غیره و نقد ترجمه، نقد متن و غیره، همش به اون نشریه ها به حساب می گرفتن. نشریه ها سفارش میدادن که تو نقد نویس. این گونه یک و آیساس این به شکل در گرفت. نقد نویسی در همین صورتی مثل یک آنانه سنت شکل گرفت. اما در زمان استقلال یک اندازه ما می‌دونیم که آغاز استقلال برای ما گران افتاد. البته جنگ شهروندی، پراکندگی، بسیار آدم‌ها از تاجیکستان بیرون رفتند، قواهای ادبی هم علمی هم همه بیرون رفتند و بسیار موارد ما واقعا با واقعه‌های داخلی تاجیکستانی به جنگ و جوش و به اینها آواره بودیم. و هر چی باشد ما البته داریم، نشریه های ادبی داریم، سیاسی داریم، حزبی داریم، ولی به هر حال همون سنتی که شکل گرفته بود در همین جریان شکست. بله. شکست دیگر امکانی از کلان سالا بعضیشون فوتیدن، بعضیشون رفتن، دیگر از جوان ها تربیت نفتن، تشکل نفتن چون منقید و ماند خالگی و این خالگی پر کردن کار ساده نیست واقعا. اون از سال اگر گوییم که 55 تا 90 گوییم این قریب زیاده قریب 40 سال میشه. بله. شکل گرفته بود. این شکست، این شکل دادن و تربیت کردن کار ساده نیست واقعا. به هر نوع داریم نقد، اما اون نقدی که دلخواه باشد نیست، نقد فعال نیست، نقدی که هر روز ادبیات به دخل کرده است نیست، تخریص نیست، کتابیات نیست، مقاله توصیفی ابزاری که جریان ادبی سال یا 5 سال رو جنبش کنند نیست. و یک بدبختی دیگر همین که ما می‌کنیم که هر کسی که یک مقاله می‌نویسد و منقد است. نه منقدی کار ساده نیست. منقدی می‌خواهد که یک دانش کلی فیلولوژی، تاریخی، زبانشناسی، روانشناسی داشته باشی، حتی متوسط باشد هم داشته باشی. نه همونطور گرفتی کتاب خوندی، من فکرم گفتم این منقدی نیست. باید که در همین زمینه هم علمی سخنشناسی، نظریات، تاریخ، تجربه و علم‌های دیگر اجتماعی و زبان و روان اینها گیری و اثر خوانی، بعد بهادی، بعد نقد کنی، بعد سرایو گنده غیره جدا کنی. این کار ما میگیم که نقد کاری ساده باشد، هر کسی میتونه. اینا تربیت کردن از بچه‌ها. تفکر انتقادی جامعه بسیار چیزی مهم است برای تاجیکستان امروزی ما که ما مستقلیم واقعا خدای شکر و میسازیم یک جامعه دموکراتی. برای بسیار مهم است. اینا از مکتب میانه، از مکتب عالی، از مؤسسه‌های علمی همین تفکر تربیت کردن است. بله. تا اینکه یک منقد حرفه‌ای سالم رسد، تا اینکه یک کسی که من اندیشه می‌کنم یک متنشناس هنوز منقد شدن نمیتونه، یک عالم اکادمی ناقد شدنش مشکل، یک ژورنالیست یا یک کسی ها پداگوگ نقد نمیتونه داخل. لیکن کسایی هستن که اینها را با هم می‌آمیزن. اینا استثناء مثلا هستن. بله. الان برای همین لحاظ نقدی حسی و سوبژکتیوی همین خیلی حاشیوی با وجود آمده است. بعضی وقتی نقد را از راه اصلی خودش، از راه بها دادن واقعی به انصافانه و حرفه‌ای باز می‌دارد. بله. استاد در ادبیات معاصر ما، مخصوصا در ادبیات زمان استقلال، واقعا هم شماره رمان و پاوست و قصه ها آنچنان افزود که در 70 سال شروع اینچنین رمان
ایجاد نشده بود واقعا. اما این افزودن شماره خوشحال کننده است البته، اما این شماره آیا دلیل صفت هست یا نیست؟ درست. دوره شوروی رمان نویسن مسئولیت دارد. رمان نویسن این یک صفت خاصی تفکر را تقاضا میکند. در ادبیات تاجیک نه، در ادبیات تاجیک رمان چیزی تازه است، از همون داخوندی استاد عینی آغاز می شود. شاید تاریخ 100 ساله هم نداشته باشد. خیلی تاریخ کم دارد. لیکن در ادبیات جهانی رمان اپوسی زمان نو میکند. بلینسکی گپش که این اپوسی ها کهنه نیست، این دوران نو اپوسش این خصوصیت های خاصی تصویری را دارد. بعضی میگن رمان از نویل بیرون آمده است. رمان از حکایه افسانه نه، از نویل بیرون آمده است. نویل چیزی که فشرده و جوهر گپ است. برای همین رمان نویسی اصلا کاری ساده نیست. رمان ما سنتی بود اساسا. همین رمان هایی که داریم اساسا سنتی، واقع‌گرا، ریالی واقع نمیسن. واقع بسیار جای داشت. درست حادثه های واقعی ریالی تصویر میافتن، لیکن توسط واقع نویسی. یک اندازه رمانی قالبیه که در قالب‌های سنتی کلاسیکی اروپاییش نوشته است، همین واسه استاد الاغزاده میباشد. دیگر رمان‌های ما برگرفته از همون اصول روایتی کلاسیکی و واقع نویسی و همینطور. به هر نوع رمان در همین دوره شکل آدم‌ها مسئولیت رمان نویسی احساس میکردند. خب زمان استقلال امکان داد که آزادی به وجود آید برای نویسنده. اگر دوازه رمان نویسی اگر اون تو جدی نگاه کنیم، رمان میدانش وسیع و امکانات زیاد دارد. نویسنده گویا هر چیز نوشتن ممکن، گفتم ممکن نوشتن. علاوه از این جهت هم هر کس، بسیار کسا اکثرا رجوع کردن به نوشتن رمان. برای گمان میکنم که این رمان نویسی اینها حرفه‌کاری نیست. از نظر حواسی بعضی گاه هم تو شده است. گاه گویا گمان میکنن این کار نسبتا آسان آزاد است، هر چی گویی بنویسی و غیره. نه. انا برای همین در ما رمان بسیار شد. استاد، اما واقع‌گرا یعنی که اصلا نقل واقع نقل باید چگونه باشد؟ رمان اصلی رمان اصلی باید تصویری باید باشد. تصویری، تحقیقی، دارای کانسپسی معین باشد. یک رمان یک کانسپسی ifade کند. یا که یک دوره تاریخی تجسم کردن، همین جنگ صلح‌بری مثل اینها. یا داستایوفسکی برای کانسپسی ایده در اونجا هست. در داستایوفسکی اونها نویسنده های میدونی دانشمند بودن. استاد عینی هم خیلی یک نویسنده بودن اصلا. لیکن نویسنده ما، حرفه‌کار ما باید که دانشمند باشد. یعنی که بالای متن کار کردن، چی گفتن چرا گفتن، فکر کنند. مثلا در محمدی در طالس و کرم احساس کرده می شود، در الاغزاده هم احساس کرده می شود، در نویسنده های جوانی که داشتیم در بهمنیار و محمد زبان و سیف، اینها هم همین کوششی ساختن اثر خودش میبافت، خودش میسازد از نظر کانسپسی در فکرش بودی. در زمینه فکت های البته در زمینه عصبانی البته، یعنی این طرز ساختن اثر هست. البته رمان های خوب هم هستند در این مورد. همین رمان هایی که یونس یوسفی نوشته است، میرزا نصرالدین نوشته است، یا که همین بهمنیار که رمان سرمده میگوید، محمد زمان نوشته است. اینها رمان های عجیب هستند، نوگرایانه هستند. لیکن نظر ما به اینها سنتی. از نظر سنتی ما موافقه نمیکنم که نه نمیشود، این یک طرف ما نه. باید ما درک کنیم که این نوگرایی چیست. حالا در باره بهمنیار یک اعلام می‌نویسن که نویسنده نوآور بود. رفیقان این برای یک دیگر هم نمیگویی نوآور بود گفته. نوآوری بهمنیار چیزی ساده نیست. نوآوری که یک اندازه بررغم سنت رفته است. سنت ها شکسته است. لیکن از سنت بیرون نیست. میگه تفکرم در زمینه افسانه‌های تاجیکی تشکل یافت. از یاد میدونستم یا هزار یک شب یاد میکند. اینجا گپ عجیب هست. همون تفکر جهانیه که مثلا ریالیسم معجزایی میگن در امریکا و در دیگه ها بود، زمینش در زمینه افسانه است. آخه این بهمنیار افسانه را گرفته به موضوع امروزه و کامیابی ادبیات جهانی سازش داد. یا چیزی نو، رویه نو، سخنی نو، دیدی نو.
می شود همین اثری بدیهی. ما بسیار امکانات داریم که در زمینه اثرهای کلاسیک ما حسن علیوی باشد، سمیک عیار باشد یا کسای دیگر، شاهنامه و غیره، اثرهای عالی جهانی نویسید. چون که ترکا کردی سادن یا که گروزینا هم کار کردی سادن در زمینه ادبیات کلاسیکی هستند. فقط نویسندگی نوشتن نیست آخه. نویسندگی در علم فکر کردن بالای مسئله زندگی، کانسپسیون ها و بالای هنری نویسندگی. من گمان می‌کنم که واقعا نثر اصیل اصلا کهنه نمی شود و همیشه متوجه خواننده به خودش نگاه می‌دارد. دیگه در زمان این تیز و تند حرکت ها و مناسبت ها خود ادبیات باید اندیشه کند که چیکار کردن است در کار که به همین زندگی، به همین ریتم زندگی موافق شود، چه سعادت که خواننده را متوجه خود نگاه داشته باشد. برای من فکرم همین است که این دوره حکم کردن اصلا ممکن نبود است که دوره نثر است یا دوره ادبیات اصیل. هر کسی که ادبیات خوب می‌نویسد یا شعر یا نثر فرق ندارد و خواننده خودش بیامد. ما گفتم که چند نویسنده عالم متفکر با فکر استاد عینی، لوزاده و کسای دیگر، اما بدبختانه نسل ما اساسا در زمینه گفتم واقعه نگاری حرکت میکنه. ما کوشش بکنیم یا خواننده گریانیم یا خندانیم یا یک واقعه های متوجه شد و همین به همین گویا کار تمام شده باشد. اما در نثر اصیل هر جزئیات از اول تا آخر به همدیگر ارتباط میگیرند، فرق ندارد. و سرنوشت یک کس سرنوشت ملت است. درست. در شعر ممکن گوییم که در چند بیت چند ابراز زیبا پیدا شد، حالا میشیم. در نثر این خیلی گپ نیست. تا به آخرش رفتن نرسی، به خلاصه به کنی مایدی اثر نرسی، اون اثر ارزش پیدا نمیکنه. مثلا همین محمد دیو همین کار داشتن. یک 17 پلس یک، یعنی 17 حاجی یک آدمی تیپ. آخر کتاب بیان یک جمع 17، یعنی یک پیش میگذارد 17 قفا میرود. اول 17 پیش بودن، این یعنی تغییراتی که در فکری اون آدم پیدا شده، در کلی حاجی ها پیدا شد، همین گونه تغییرات 180 تغییرات عمومی جامعه است. تغییرات عمومی تفکری همین. حتی حاجی ها هم گفتن که اندیشه کنن مهندس که ای چیکار کردی ساده؟ در کجای اما به کجا رفتی ساده؟ و اون حاجی ها یک کس را، یعنی گفتن این اهل علم طبی نمیشد، این یک طرف استاد. برعکس نویسنده میگه که اکنون فکر من، اندیشه من اولاتر از این هاست. آخر بهتر همین جزئیات، همین از اول تا آخر، همین زنجیره ادامه، همین در بینش همین حرکت، همین فکرها برای همین تغییرات دو طرفه است. یک نویسنده حرفه‌ای کار همین کار میکنه، سری هر کلمه، هر جزئیات، چرا همین باب اینجا آمد، چرا اینجا آمد، نه دوام واقع، نه دوام فکر، دوام اندیشه، دوام کانسپسی در اثر گذاشته حل میکردگیش باید باشه. انا برای همین ما باید در همین جاده کار کنیم. نثرنویسای ما گویا آدمای متحیر میکنن، یک قالب‌های غیر منتظره میسازن، یعنی تمام گویا متحیر شد، تمام رفت. اما بعد خواندن، به سری اندیشه رفتن، به هر جزئی اثر فکر کردن، این چیزها کمتر متوجه میشن. من چند بار گفتم، نمیدونم معقول میشه یا نه، ما نثر حرفه‌کار، نثرنویس حرفه‌کار کم داریم. انا سر همین کار، این ادبیات جهانی همین است. ادبیات جهانی میگه که یک رمان 40,000 باشد کلمه. تو فکرت همینجا گنجان. بله. تمام. نه که همین 3-4 کتاب ننویسه یک چیز. این خیلی گپ است. ما باید همه یک جای، خواه منقد، خواه نویسنده، خواه ایجادکار، سر همین چیزها برای اصالت ادب ما کوشش کنیم، حرکت کنیم، جدل کنیم. امروز واقعا هم یک آموزگار، یک استاد دانشگاه، یک آموزگار، یک حتی مکتب نزد خواننده‌اش، نزد شاگردش میبرد و میگه زبان تاجیکی یا زبان پارسی تاجیکی یا تاجیکی پارسی ما را از نابودی نجات داد. این مثل شعار، مثل خطاب میکند. اما وقتی که یک دانشجوی زیرک، یک خواننده زیرک بگوید که با چی دلیل شما میگوید که ما را نجات داد، اکثر استاد
حتی بعضی از دانشمندای ما اونهایی که یک عمر در علم کار کردن عاجزند، با چند دلیل ساده نمیتونن بگن که این زبان برای ما چیکار کرد. و شما هم که در گروه اون روشناندهشان بودید که برای به زبان تاجیکی مقام دولتی دادن تلاش کردید و در مورد پژوهش شما اصلا که شما ناقد نثر هستید همزمان با آموختن سرنوشت زبان تاجیکی در حیات و سرنوشت ملت تاجیک مقاله های علاوه هم دارید و اون کتابتون که در مورد بخارای شریف نوشته هستید اونجا به این چیزا رجوع هم میکنه. من خاص میخوام بگوید که با چند دلیل برای بینندگان ما بفهمانید که زبان مادری ما برای زنده ماندن این ملت چی مقام و نقش دارد. اگر به تاریخ رو آوریم واقعا زبان فارسی تاجیکی یا فارسی این سبب زنده ماندن ملت قوم ما گشته است. یگانه عامل مهم همین زبان بود که ما را نگذاشت که به ملت‌های دیگر، به مذهب دیگر، به قوم دیگر آمیخته شویم. یگانه عامل بود که توسط آن ما به قوم‌های دیگر تاثیر هم کردیم. زبان تاجیکی ما که نامش مثلا در سالهای 20 همین نام را گرفت، در جریان همین ساختن زبان ها در شوروی هم یک جریان آغاز یافت. سالهای 20 تا اول سیوم چه جریان ساختن زبان نام داشت و زبان را و زبان دخل کردن. این معناش میگه که نگذاشتن همون زبان کلاسیکی ادامه یابد و زبان را دخل کردن، زبان را ساختن خواستن، زبان رو میخواستن که به عامه عادی مقرری کوچکی عادی مقرری و کنن موافق کنن. زبان را پایان میبردن نه انسان را بالا. برای فهمیدن زبان کلاسیکی کوشش نمیکردن بلکه برای عادی کردن زبان که مردم عادی گپ بفهمند زبان ساده و عادی کردن. حتی من همین جریان واقعا به زبان ما ضربه کلان زد، زبان عامیانه کرد و خصوصا تاثیر روس ها، ترجمه روسی همین شکلی قالب سینتاکسی زبان یک اندازه خراب کرد. فکر میکنیم روسی بعد تاجیکی کم میزنیم. این خیلی شدیم. ترجمان ها هم تحت لفظ میکردن همین طور. همون روسیه کوشش میکردن شکل روسیش شکل مضمون روسیش شکل تاجیکی گیره. این چیزها برای زبان خیلی تاثیر منفی کرد. استاد عینی هم در این مورد گپ زدن. میگن این ترجمان هایی که من نمیدونم زبان محلی تا زبان کلاسیکی فرق کنه، من به اینا چی گویم؟ در حیرت میموندن. اونی که کسی که در تاثیر زبان هزار ساله کلاسیکی تربیت یافتن احساس میکردن اصل سلاست زبان فارسی تاجیکی درک میکردن، میگن که ویران شده است، زورشون نمیرسد. مطبوعات از یک طرف، ترجمان از یک طرف، عموما مردم هم تو عادی گپزنی، اینها پیش راه علمین سلاست زبان تاجیکی را گرفته بودند. تا سالهای 60 خصوصا نیمه سالهای 50 بدتر این چی شد، کم کم مردم درک کردن، کتاب ها برآمدن درباره اصلاح کردن زبان، کتاب های ذهنی، استاد شکوری و غیره ها و غیره ها. اینها با مبارزه خستن، گفتن این امکان ندارد. لیکن عجیبش اینه که این قالب شد، قالب شده بود و این قالب شکستن کاری ساده نیست. امروز هم همین خیلی فکر میکنیم. در یک کلمه جمله روز در اینترنت خوندم چند کلمه روسی علاوه کردم در یک تاج. من این پیش راهش گرفتن لازم. این پیش راهش گرفتن همین که به زباندانی به آدم زباندان مقام موقع علاهده دادن لازم. همین زبان تاجیکی سره باید باشد. هم تو تاجیکی نه، تاجیکی سره اصیلی به اصل فارسیش چه نزدیک باید باشد. نه اینکه هم تو تاجیکی گپ زدیم زبان ما شیرین. زبان ما شیرینیش چی یعنی؟ شیرینی زبان در اصالتی باید می شود، در لغتی باید می شود، در رعایت سینتکسی باید، در خوشگفتاری، در منطقی سخن راندن، فکر بیان کردن می شود. نه اینکه شیرین یعنی که من تاجیکی گپ زدم شیرین. این همین چیزها یه ظاهر پرستانه در ما واقعا خیلی بسیار است. برای خودشناسی ملی چیز ظاهری هیچ اهمیت ندارد اصلا. ببینید استاد، واقعا هم در زمان شوروی خیلی خوب یاد کردید. وقتی که از حجت گذاری سر کرده تا کوچکترین مسئله یک شهروند تاجیکستان در رابطه با جور کردنی حجت های خودش یا این آن مسئله که و با زندگی خودش رابطه دارد از انداز سر کرده به همه چیز،
روسی بود. قالب روسی، عباره های روسی و عباره های تاجیکی حتی ترجمه تحت لفظی عباره روسی. درست؟ یعنی این واقعا کار به درجه رسید که خیلی که شما گفتید قالب گرفتن. قالب شد حتی. اما چرا در زمان 33 سال استقلال اصلاح و پاکیزه کاری اینقدر سست جریان دارد، در حالی که دیگر همه حجت گزاری ها به زبان تاجیکی است؟ جناب ولی سرور کشور از روزی که آمدند خودشون در یک صحبتشون میگن که در دستگاه اجرایی پرزیدنت تمام حجت گزاری ها رو با سفارش مخصوص تاجیکی میکنن. یعنی که قریب 30 سال باز این جریان دوام دارد و تاجیکی کنی حجت ها، حتی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری پاکستان عمل میکند. در این زمینه خیلی ابتکار ده ها صدها کتاب های گوناگون چاپ شد، اما میبینیم که هنوز هم همون قالب نشکست استاد. گفتم که همون قالب جان سخت است، آخه جان سخت است. چی باید اینه که ادامه دارد. این یک. دیگرش این که ما باید که تعلیم زبانه در مکتب میانه بیشتر کنیم، ادبیات. همین بینه که همون خواننده هایی که در فروغ صوفی دالایی اشتراک بکنن البته حرف زدنشان رنگ دیگر دارد، منطقی، طبیعی، در نمانده کم میزنن. یعنی از من باغچه کودکان تا کدام برای که از مکتبی میانه سر کرده تربیت زبان و ادبیات دادن لازم، متن اسقاط کردن لازم، به متن تکیه کردن لازم، به متن اصیل میگی، به متن کلاسیکی، متنای من دست روایتی ما زبان بسیار زبان شیوای عمومی تاجیکی دارد، از اونها به کار گرفتن لازم. برای زبان ادبیات فرق ندارد از اصول تعلیمی اروپایی استفاده بریم. من در میان ما هم زبان ها داریم که زبانشان اصیل، روان و منطقی. یک خواننده صنف 8 اینقدر سلیس، روان، منطقی گمزده که ما در حیرت میمونیم. این هم آموختن لازم. یعنی که عامل های بسیاری هستند و همون مطبوعات بسیار تاثیر هست. یا رادیو تلویزیون شما دقت یک طرز گپ زنی، یک طرز جمله بندی، جمله سازی، یک کاری که آخه آدم میبینه که یکم به اصل منطقی همون موضوع ارتباط نمیگیره، یا که گپ دراز و کشال میکنن، گپ ساده ای که طبیعی زبان مطبوعات و زبان مثلا رادیو تلویزیون زبان ادبی گفتگویی باشد، نه زبان قالبی کتاب که همین از پیونده های کی اینطور میکند که اینطور عبارت باشد. این خیلی نه آخه. انا همین چیزها و مطالعه اصلی از زبان اصلی کلاسیکی میتواند مایه از همین جاها رهاند. یک کار ساده نیست راستش. البته ممکن است که پگاه این کار میشود. بعدا استاد در همین زمینه ما هم جامعه ما هم یک نوع نظری کمبینانه به زبان خودش دارد. این قالب هایی که گفتیم شما هم بسیار ذکر کردید، دلیل هاش آوردید، شکستن این قالب ها خیلی مشکل هم گفتید، اما در برابر این قالب یک چیزی یک کمی واقعا تشویش آور و حزن انگیز این است که ما به زبان خود ما نظری خوشبینانه یا خوشبین نیستیم و میگوییم زبان ما تا فرودگاه است. زبان ما با این زبان به کجا هم میرفتی، حتی بین یک خانواده، بین پدر و پسر، بین مادر و دختر این چیزها رد و بدل می شود. یعنی در ذهن جوانان ما آنچنان نشاندند که گویا این زبان قدرتی بین المللی نداشته است. این رو چگونه پیشگیری کنیم؟ این قالب نیست دیگر، این علاقه تفکر است. تفکری البته تأثیری البته ناسالم است، بیرونه است البته و نتیجه پیوست شدن به جهان است. میبینن که زبان انگلیسی جانان دنیا گشاده، زبان چینی روان خطای میروند، زبان آلمانی روان آلمان رفتم که یا کجای دران راهشان گشادگی، یا بعضی آدما گمان میکنن که نشانه فرهنگی بودنشان زبان دیگر دانستن و با زبان آن با اون زبان خراندن و عروسی استفاده و انگلیسی استفاده کردن باشد. چون گفتم باید که یک صفت خاص و اصیلی یک مرد این ملت زبان دانی وای باشد، زبان خودش دانستنش باشد. اونی که زبان خود میدارد میگم بچه زبان دان میگرد، این بی منطق نیست، بلکه قانونهای داخلی زبان خودش سالم کردی، درک کردی، در این زمینه میتونی درک کنی که مقایسه کنی و درک کنی که اون زبان چی است و چی نیست. دیگر اینکه
ما زبان تاجیکی این 100 ساله نیست، زبان هزار و چند ساله است. و این زبان ما اینقدر ادبیات و فرهنگ و اثرهای علمی و تاریخی چی داریم که اونهای خواندن معرفی کردن لازم. فقط ما نیست که با زبان فارسی تاجیکی گپ میزنیم، بلکه در جهان قریب زیاده از 100 میلیون آدم با فارسی گپ میزنند. برای همین تکیه کردن به زبانهای بیگانه که دانستنشون هیچ عیبی نداره، بلکه حسن آدم است البته. لیکن زبان خود را ندانستن این الکی گناه است برای خدا. برای با تکیه به کلی زبان مردمانی که با زبان فارسی گپ بزنن ما وظیفه داریم که زبان خدا ما را خوب دانیم. ما باید که درست دانش جهانی را با زبان خود بیان کرده توانیم. بینندگان ارجمند، اینک رسیدیم به پایان برنامه. همصحبت ما بودند استاد عبدالخالق نبوی، نامزد علم‌های سخنشناسی، همزمان خادم پیشبری انستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد عبدالله رودکی. و استاد ایثار سپاس میکنیم که وقتی قیمت خویش را دریغ نداشتند و اینک اندیشه و تحلیل و بررسی های بسیار هم خوب و پرمغز خویش را با ما به هم دیدند. خوش آمدید. من هم تشکر میگم که مورد توجه شما قرار گرفتم و امکان دادید که با خوانندگان، با تماشابینان، با بینندگان صحبت داشته باشم. سلامت. تشکر. سلامت.